به دست اداره پایگاه خبری بامداد و نشریه‌های دیگر اخیراً ویدیویی رسید که در آن صحبت آخرین رستم اشورov، یکی از متهمان اساسی در بودن بانکدار معروف شورت اسمت اللهیف، ثبت شده است. این صحبت طوری از روشش برمی‌آید شام 30 ایون سال 2023 توسط مسنجر از فرودگاه کشنیوف لحظه های قبل از هجوم نیروهای ویژه مولداوا به رستم اشورov صورت گرفته است. قرار معلوم آن شام رستم اشورov بعد منع ورودش به مولداوا تفنگچه یک افسر مرزبان را کشیده گرفته. این افسر و یک پدپلکونیک مستوی از خدمات امنیتی فرودگاه کشنیوف را پرانده و بعدا خودش هم در جریان عملیات بازداشت 10 تیر خورده شب 3 به 4 ایول در بیمارستان پایتخت مولداوا جان داد. اون وقت گفته میشد که رستم اشورov سر ربودن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت اللهیف را با خود به زیر خاک میبرد، اما در صحبت تلفنی به مادرش که توسط یک نفر دیگر اون لحظه در خانه اشورov قرار داشته ولی معلوم نیست که با کدام مقصد با یک تلفن دیگر ثبت کرده است، رستم اشورov برخی جزئیات این حادثه را نقل کرده است. بنا به نقل رستم اشورov سخن درباره از 100 تا 200 میلیون بیت کوین، یک نوع اسعار الکترونی داشتن اسمت اللهیف می رود. رستم اشورov به مادرش نقل می کند که به او گفتند که این پول ها را می گیریم و او را جواب می دهیم، ولی در آنجا چنان زده شد که او مرد. نقل می کند رستم اشورov کی زد می پرسد مادرش. دلشاد اسبه جواب می دهد اشورov. دلشاد اسبه لقب دلشاد سیدمرادوف نام کارمند سابق وزارت کارهای داخلی اگنتی مبارزه با کروپسیا و دوستون کل است که متخصص بخش مبارزه با جنایت‌های کیبرنتیکی به شمار می رفت و ظاهراً به همین سبب با خرید و فروش بیت کوین سر و کار داشتن اسمت اللهیف را می دانست. تو چه کار کردی می پرسد مادرش. من هم با آنها بودم جواب می دهد اشورov. مادرش باز می پرسد که تو یگان کار بد نکردی، ولی رستم اشورov جواب می دهد که من مردش به دریا پرتافتم. در ثبت دوم رستم اشورov برخی جزئیات دیگر را نقل می کند و خبر می دهد که در کیسه‌اش $2500 نمیدونم اینها میگیرند این پول رو یا نه، چی میشود یا نمیشود، توکلم دیگر به خدا، میگوید اشورov که در طول صحبت هر لحظه هراسان به 4 طرف نگاه میکرد. باور میرود که این لحظه های بود که نیروهای ویژه مولداوا به حمله بالای مکان اشورov در داخل فرودگاه تیاری میدیدند و سبب هراسان هر لحظه به اطراف گشته و برگشته نگاه کردن او هم همین بود. رستم اشورov 43 سال داشته، قبلا 7 سال در وزارت کارهای داخلی کار کرده است، ولی به سبب رفتار نامناسب از صف مقامات رانده شده. سال 2012 برای حمله خونین به صرافان دستگیر و به 13 سال زندان محکوم شد. او سال 2021 از محبس آزاد شد و برخی رسانه‌ها خبر دادند که او یک مدت در صف چویکا واگنر هم جنگیده است. شورت اسمت اللهیف که سالهای طولانی در آریان بانک کار کرده، دست راست رهبر این بانک حسن اسدالله‌زاده به شمار می رفت، شام 23 ایون سال 2023 از نزد منزلش در مرکز شهر دوشنبه ربوده شد. با گذشت اینک 2 هفته از ناپدید شدنش دیگر یگان درکی از وی پیدا نکردند. قبلا درباره بازداشت 4 نفر در رابطه با قضیه ربودن اسمت اللهیف خبرها به دست رسیده بود. گفته میشد که همه آنها کارمندان سابق مقامات قدرتی اند. دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسبه بعد این حادثه به روسیه فرار کرده است و حالا او در جستجو قرار دارد.